در همایش دایر نموده شورای اتفاقهای کسبه ولایت سوخت معاون رئیس ولایت شرکت ورزیده از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت کل کارمندان سوها را با این سنه خاطرمان تبریک و بهر فعالیت باثمرشان در بهداشت وضع اجتماعی، شرایط مهنت و استراحت، برقرارسازی سلامتی کارگران و همکاری متقابلا سودمند با تشکیلات اداره، صاحبکاران و ساختارهای دولتی کامیابی ها را تمنا نمود. بعداً ضمن سخنرانی و تبریکات رئیس شورای اتفاقهای کسبه ولایت سوخت، رئیس بخش ولایتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، سابقه‌داران مهنت و دیگر فعالان به سخن برآمده نقش اتفاقهای کسبه را در تحکیم یکدلی و یگانگی مردم، وحدت و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور قید کرده اظهار داشتند که مست توسط دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان موقع و مقام اتفاقهای کسبه در جامعه پیوسته مستحکم و همه تشبس‌های سازندش از طرف دولت و حکومت دستگیری می‌یابد. اتفاق کسبه از روزهای تأسیسیابیش و این جانب همچون اولین مراتب اولین درجه این حمایت کننده حقوق‌های کارمندان میباشد. خیلی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور امام علی رحمان در برآمدهایشان تاکید نموده بودند مردم این ستون اساسی دولت است و حفظ منفعت‌های اجتماعی هر یک شهروند این وظیفه اولین درجه ساختارها میباشد. امروز در مقیاس ولایت 12 کمیته‌های صحوی اتفاقهای کسبه فعالیت داشته عاید به حمایت حقوق‌های مهنتی و اجتماعی شهروندان، همکاری در تهیه و نظارت قانونگذاری مهنت، تشکیل استراحت کارمندان و کودکان در آسایشگاه‌ها، سهمگذاری در تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی، ترغیب ارزش‌های استقلال و زندگی شایسته مردم فعالیت منظم دارند. قید گردید که سالهای آخر صدها عائله‌ها از حساب کمک اتفاقهای کسبه دستگیری یافتند، چاره‌بینی‌های زیادی فرهنگی و ورزشی برگزار گردیده، هزاران نفر کودکان به استراحتگاه‌های طبابتی و فراغتی فرا گرفته شدند. ضمناً در این چاره‌بینی نتیجه آزمون جمهوری بهترین تشکیلات ابتدایی اتفاقی کسبه اعلان و به غالبان افتخارنامه و تحفه‌های آماده کرده شورای اتفاقهای کسبه ولایت سوخت سپرده شد. همچنین سابقه‌داران مهنت، فعالان کمیته‌های اتفاقهای کسبه صحوی و تشکیلات ابتدایی آن با تحفه‌ها و سپاسنامه‌ها قدردانی کرده شدند. حرکت‌های اتفاق کسبه یک از تشکیلاتی با نفوذ جمهوری با حساب می‌رود که همکاری با مقامات‌های اجرایی حاکم دولتی شهر نویه و ولایت‌ها از آن جمله با مهنتکشان و کارخانه و تشکیلات‌های شهر همکاری دارند و امروز اتفاق کسبه نسبتی باز هم بالا برداشتن نیک احوالی خود کارگران، شرایط کار آنها و همکاری با کارفرماها کارهای فهماندهی رفته شده است.